مهربونم سلام. امروز میخوام کوکی گردویی توپلو نرم و پر از گردو سوغات شهر لاهیجان رو یادت بدم. بافتش رو ببین. روغن کاملا جامد یا کره‌ای که دوغش رو گرفتی با پودر قند ترکیب کن. اونقدر بزن تا کاملا رنگش کرم رنگ و سبک بشه. حالا اولین تخم مرغ به همراه وانیل رو اضافه بکن. مرسی که این پست رو لایک میکنی، ذخیرش میکنی تا همیشه در دسترست باشه. و بعد از هم زدن تخم مرغ اول تخم مرغ دومم اضافه میکنیم. 3-4 دقیقه هم میزنیم. روغن مایع، شیر رو هم اضافه میکنیم و در حد 1 نواخت شدن مواد رو هم میزنیم. حالا آرد رو به همراه پودر کاکائو و کمی نمک الک میکنیم روی مواد و مواد رو با دور تند همزن در حدی که مواد 1 دست بشه هم میزنیم. پس زیاد هم نزنید، فقط مواد 1 دست بشه. حالا اگه میخواین کشمش و گردو همزمان استفاده بکنید، گردو و کشمش رو با 1 قاشق آرد خوب مخلوط کنید، به مواد اضافه بکنید. اگه عین من فقط گردوی خرد شده اضافه میکنید دیگه نیاز نیست با آرد ترکیب بکنید. گردو رو با لیسک با مواد 1 دست بکن تا به این غلظت برسه. 1 ساعت بذار بره تو یخچال بمونه. بهتر اینه که سینی با همراه کاغذ روغنیش رو هم نیم ساعت بذاریم توی یخچال. این خیلی تاثیر داره توی اینکه پف این کوکی نخوابه. و بعد هم با قاشق یا هر وسیله‌ای که دوست داشتید اندازه های 1 دست همینطور توپل با کمی فاصله بذار و بعد هم بذار تو فر با دمای 170 به مدت تقریبی 15 دقیقه. این الان داغه. وقتی که به این حد زیرش طلایی شد کافیه. کوکی ها اگه زیاد توی فر بمونن خشک و سفت میشن، پس حواست باشه. نوش جان.